قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي القلوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالیم که با برنامه دیگر از سری برنامه‌های با دعوتگران بار دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان هستیم. با اجازه شما عزیزان، خدمت مهمان این برنامه از سری برنامه‌های با دعوتگران که باز هم جناب استاد محمد باقر سجودی هستند عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما و به همه بینندگان عزیز شبکه وصال حق. البته استاد گرامی، این سومین قسمتی است که با شما داریم در این برنامه مصاحبه میکنیم و دلیل و علتش همی است که شما البته مهمان ویژه هستین، چون صحبت ها و حرف های زیاد در رابطه با دوره ما قبل هدایتتان داشتین و بعد از اینکه هدایت یافتین و همچنین در رابطه با دوره هجرت صحبت های شیرینی داشتین که ما در برنامه قبلی بهش پرداختیم و از دوره هجرت به خاطرات دوران پشاور اشاره کردین و همچنین به برخی از مسائلی که مربوط به جهاد افغانستان میشد در برنامه قبلی اشاره کردین و حالا در این برنامه میپردازیم به برخی از پرسش هایی که برمیگرده به عرصه دعوت و میدان دعوت. جناب استاد، شما چه وقت پا به عرصه دعوت گذاشتین؟ دعوت را چه وقت شروع کردین؟ شما میدونید که ما تو خارج از ایران هستیم و دسترسی ما به مردم خودمون تقریبا ناممکنه و لذا دعوت ما دیگه فردی نمیتونه باشه. بله. البته وقتی فامیلای ما می اومدن کم و بیش بهشون میگفتم. نامه اون وقتا نامه بود، تو جوانی ما نامه بود، ولی البته اون وقتی که من اونقدر نمیدونستم، حتی وقت نامه برای مادرم دادم، مادرم میگه یعنی تو فکر میکنی ما مسلمان نیستیم؟ یا حکمت دعوت هم نمیدونستم. ولی اولین بار که به طور رسمی شروع شد باید ابزار باشه جناب آقای سیغل. ابزاری رو دوستان فراهم کرده بودن، دوستان خوبی بودن، آقای حسین بور خدا رحمتش کنه و دوستان دیگه به نام اذان مجاهد که در اون ما یک مدتی با علاقه تمام، ولی اون دیگه بازم کوشش میکردن به ایران میفرستادن خیلی چیز، ولی خیلی محدود بود. و بعد از اون دیگه شروع کردم به نوشتن کتاب. چند تا کتاب نوشتم که برای آیندگان بمونه که در برنامه قبلم عرض کردم. چرا نام حضرت علی؟ بله، در برنامه گذشته البته فقط به کتاب تضاد در عقیده اشاره کردین. بله، من والا کتابای دیگه هم دارم، مثل چرا نام حضرت علی در قرآن نیست، 58 ایراد ما بر قانون صیغه و کارنامه امام زمان. مثل این کتابای دیگه هم هست و یکی از به نظرم یکی از کتابای خوبی که در زندگی عمل خوبی که انجام دادم این است که کتابی نداشتم به نام شب‌های پیشاور و خیلی الان دیگه هیچ وقت شما نامش نمیشنوید. هر کسی میدیدی شیعه میگه برو شب‌های پیشاور بخون. من همین کتابو گرفتم، کتابی به نام روزهای پیشاور، صفحه به صفحه جواب دادم ایراداش رو. شما شب‌های پیشاور به روزهای پیشاور؟ به روزهای پیشاور در شب نوشته بود دیگه، ما در روز به روشن کردیم و این کتاب 30 زبان ترجمه شده و همه میدادن. الحمدلله با اومدن این کتاب اون کتاب گم شد، اصلا هیچ کس نمی‌بینه. با اومدن روز مردم شب فراموش کردن. بله، محو شد. روشنی آمد و تاریکی را محو کرد. بله. خب پس شما برای نخستین باری که دعوت را آغاز کردین، دعوت شما البته از طریق همین نویسندگی و نوشته و کتاب نویسی و اینا آغاز شد، چون او وقت فکر کنم که فرصت برای ظهور در رسانه های چه شنیداری رادیو باشه چه تلویزیون باشه میسر نبود، درست است؟ بله نبود، ولی بعدش اینترنت اومد. اینترنت دیگه دنیا رو عوض کرد. شما میدونید چهره دنیا عوض شد. ما اول که آشنا شدیم هم تعجب کردیم. باز در اونجا ما سایتی داشتیم
به نام اسلام تکس و این سایت یعنی روز اولی که شروع شد ایران فیلتر کرد، در حالی که یک سایت عقیدتی بود و در این سایت من 6-7 سال به کش بگم دیگه تمام شبهات شیعه رو سعی کردم که جواب بدم و خیلی سایت موفقی بود و من راستش میخوام شب و روز درش فکر میکردم در این سایت و این سایت خیلی خیلی کمک کرد. آقای موسوی میگه مثلا من مقاله تو این سایت خوندم، آقای موسوی ما حجت الاسلام موسوی که این سایت پربرکتی بود و الحمدلله بعد از اون دیگه اینا مثل خداوند مثل یک نقشه‌ای باشه، از اون کار به این کار، از اون کار به این کار تا اینجا که در خدمت شما هستم تا کی دیگه آخونده ما رو شهید کنن و بالاخره باز به تلویزیون اومدیم. البته شهادت هم بدون شک ما دعا میکنیم، افتخاری است که همه ما در صدد آن هستیم بهترین مرگ است. مخصوصا کسی که در راه دعوت بالاخره مرگ نصیبش شود و شهادت نصیبش شود که شهادت هم زندگی است، زندگی جاودانگی. ندارم و نه ترس ندارم الحمدلله. خب استاد، به نظر شما یک دعوتگر موفق باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشه؟ والا من خودم هر روزم در مرحله تجربه هستم، ولی اون چیزی که تجربه من میگه یکی باید ببینید شما دعوت وقتی میکنی با چی دعوت میکنی؟ میخوای برای طرف چی میخوای؟ برای طرف هدایت میخوای. بله. اگه اون هدایت شده باشه که تو دعوتش نمیکنی به چیز. کیو دعوت میکنی به هدایت؟ یک نفر که شرک زده است، یک نفر که ملحده، یک نفر که گمراهه و تو برای این گمراه بهترین چیز دنیا رو میخوای. بله. درسته یا نه؟ وقتی تو برای این یک آدمی، مثلا آدم برای بچه خودش بهترین چیز دنیا رو میخواد، برای همسر خودش میخواد، برای پدرش میخواد، وقتی برای یک انسان بهترین چیز دنیا رو میخوای باید با خودت صادق باشی. این من بارها با خودم گفتم، طبیعت بشری است که انسان گاهی عصبانی میشه. بارها به خودم گفتم وقتی من مثلا برای اینها بهترین چیز دنیا رو میخوام، یعنی باید اینا رو من دوست داشته باشم. بله. همین دفعه باور کنید خاطره براتون بگم، توی حرم یادم میاد که یا آدم دیگه گاهی احساس رقت بهش داشت میده تو مدینه، تو مکه. همین یاد همینایی که به اصطلاح حریفای ما هستن، حالا تو شبکه‌های حوزه‌های علمی خوب افتادم، یاد ابوالقاسمی افتادم. خدا شاید است براش دعا کردم، شاید ممکن برای شما شاید تعجب آور باشه. خدای گفتم این هدایت کن بهش که برای همه ما جا داره. نه والله استاد جای تعجب نیست، یعنی هر مسلمان هر موحد دلش برای اینا میسوزه. یعنی ما خدا نخواسته طرفدار از این نیستیم که اینا باید به جهنم واصل شوند، به درک واصل شوند. نه، همه ما طرفدار هدایت از این هستیم و همون قسمی که شما دعا میکنید شاید تک تک از مسلمان ها در حق اینا دعا کنه که خداوند اینها رو برای راست هدایت بفرماید. ولی انسان نفوس ضعیفی داره دیگه. گاهی انسان، من همیشه اینو باید میگم که شما فرمودید که چه توصیه‌ای دارید یا چه تجربه‌ای دارید. بله. خب گاهی آدم عصبانی میشه، گاهی آدم میبینه آخه کارهای عجیب غریب میکنن، ولی باید دائما ما به خود یادآوری کنیم. خدا شاید است که از باب ریای، از باب تظاهر نمیگم، ولی میگم یعنی شما چون پرسیدید باید هر دعوتکاری به خودش یادآوری کنه که من برای مردم بهترین چیزی میخوام. وقتی برای کسی بهترین چیزی میخوای باید دوستش داشته باشی. این به نظرم که مهمترین چیز است. ویژگی بود بحث ما استاد، بحث ویژگی بود که یک دعوتگر موفق باید از چه ویژگی برخوردار باشه. یکی باید اولین ویژگی که باید به طرف مقابل، به طرف محبت داشته باشه. یعنی خیرخواه باشه. خیرخواه باشه. کما که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا برای ابو جهل میکرد که خدا یکی رو هدایت کن. آخر پسرش هدایت شد، یک شاخه ها هدایت شد. منظورم این به نظر مهمترین چیزه. اگه این باشه بقیه چیزا درست میشه. یک سوالی که من دائما در این برنامه از همه مهمانان سوال میکنم است که آیا میدان دعوت و عرصه دعوت منحصر به بالاخره کسایی است که از علم شرعی برخوردار هستند، عالم دین هستند و دارای مثلا ابا و قبای مشخص هستند، یعنی که هر انسان، هر مسلمان در هر رشته و هر تخصصی که دسترسی داره میتونه که دعوتگر باشه و مردم به طرف اسلام و به طرف روشنایی و بالاخره کشیدن از بدعات و خرافات راهنمایی بکنه؟ اگر من به سوال شما خودم یک طرف میشم اگر که بگم، چون که اگر بگم بله خب خودم که عمامه کلاهی چی نیستم و غیر از اون من در حوزه هم درس نخوندم. من البته پس باید بگم که من عقیده ندارم، چون که اگر عقیده داشتم که کار دعوت نمی‌کردم. به نظر من مهمترین چیز، شما می‌بینید که خیلی علمای درجه یک هستن اما استفاده از علمشون نمیشه. آدم باید بگه یعنی کسایی هستن که صدها درجه از ما بهتر میدونن، درسشو خوندن. آقا یک نفر که متخصص مثال هواپیمای مثلا فانتومه،
اون باید پشت هواپیما بشینه وقت جنگ، نه کسی که اصلا هواپیما رو ندیده یا مثلا سرسری دیده. ولی که قضیه در این است که فقط این نیست، باید جرأت هم باشه. خیلی عذر میخوام اینو بگم، باید که طرف سختی رو قبول کنه. سختی هم راه ما داره. من که الان خدمت شما هستم، شاید میشه سال یک بار شاید بچهای خود نبینم، به خدا شاید است. سختی راست دیگه، کی حاضر است این کارا رو بکنه؟ بعضی بچهای خود رو نمیبینم، راه به من اینجوری مشکل میاد. یکی که باید شما پس علم شرعی خب بهترین چیزه. من یادم میاد اول که می‌خواستم این کارا رو شروع کنم، دوستی داشتم به نام ابو عبدالله دمامی، خدا حفظش کنه. آمین. خودش در حرم درس خونده بود، از دوستای زمان قدیم جهاد بود که بعد برگشت به کشورش. میگم جهاد، مردم روزا از جهاد میترسه، منظورم جهاد علیه شوروی بود. بله. وقتا که گفتم قانونی بود. این من بهش گفتم میخوام برم دنبال همین ملت خود دعوت کنم، هدفم اینه. گفت برو علم شرعی یاد بگیر. گفتم من هر چیزی که میدونم میگم. گفت باز میفهمی که باید یاد بگیری. میگه برو باز میفهمی. طبعا داشتنش خیلی لازمه. و اگر کسی بتونه این کار رو بکنه که خیلی خوبه، ولکن این به اون معنی نیست که وقتی سنگر خالی است. هر کس باید بیاد و غیر از اون سنگر خالی نباشه. اصلا در هر سنگری که اونا نیستن، انسان در هر جایی که هست چیزی که میدونه باید به مردم برسونه دیگه. بلغوا عنی ولو آیه رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی میخواین بگین که جناب استاد عرصه‌های دعوت زیاد هست، میدان‌های دعوت ما میدان‌های زیادی داریم و وسایل و ابزار زیادی هم داریم. یک کسی به یک وسیله دسترسی داره، فرد دیگری که دسترسی نداره نباید تو میدان خالی بکنه. دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، شما فرمودید. هر کس باید در هر وقت عالم یک کسی نویسنده است و از طریق نوشته و نویسندگی خود باید دعوت را برسانه. یک کسی که اهل زبان است از طریق زبانش، یک کسی که اهل تخصص دیگر است از دیگه. بله درست است؟ همینطور. خب جناب استاد گرامی، شما البته به سختی ها و مشکلات اشاره کردین. از جمله مشکلات گفتین مثلا من شخصا گفتین خودم شاید سالی هم شه و در سالی هم اولادای خود دیده نتانم، خانواده خود دیده نتانم. خب طبیعی فکر کنم که عرصه دعوت مشکلات و موانع و دشواری های زیادی داره. شما بغیر از این با چی دشواری ها و مشکلات دیگری در این عرصه مواجه شدین؟ و آیا ببخشید من در ضمن سوال دیگری هم میخوام مطرح کنم که آیا انسان وقتی با مشکل برخورد میکنه باید عرصه دعوت ترک بکنه خلاص؟ نه دیگه، این اگه اینجوری قرار باشه که آدم با مشکلی برخورد بکنه بخواد عرصه یک کاری رو ترک کنه، با هیچ کاری نمیتونیم، حتی نمیتونیم حالا راه بریم. ما که بچه بودیم 100 بار زمین خوردیم تا وایستادیم. این اولین یکی از مهمترین چیزهای موفقیت در زندگی این است که انسان ادامه بده، خصوصا در دعوت. انسان رو الله جل جلاله کمک میکنه در هر کار خدایی. انسان در هر کار، ناامیدی دیگه بعد از شرک دومین گناه است. لذا ببینید مشکلات دعوت هم مثل بقیه مشکلات، همونی که خدمتتون عرض کردم، همونی که خدمت شما عرض کردم، انسان باید فقط یکم دور رو ببینه. دور چیست؟ که این زندگی روزی به پایان میرسه. من الان به شما اینو گفتم، بذار این نکته رو بگم که من گفتم سالی بچهای خودم ندیدم، چه کسی من تشویق میکنه که من صبر میکنم. میشینم با خودم فکر میکنم که آقا این انگلیسی‌ها که امروز کشورهایی هستن که آقای دنیا شدن، اینجوری که نشدن که. پدرای ما نشسته بودن چپاق میکشیدن، پدر اجداد ما. این آقا از لندن بلند شده، از اون هوای سرد میومده در هندوستان، استرالیا، زن و بچه‌اش که نمی آورده، سالها از زن و بچه‌اش دور بوده به خاطر دنیا. بدون کوشش نمیشه. خداوند اینجوری دنیا رو گذاشته. خب من با خودم میگم آقا مثلا در ریگ‌های عربستان میومدن دیگه، دبی و مثلا امارات و قطر و عمان رو گرفته بودن. خب میگم این چه جوری در اینجا نه کولری بوده نه چیزی بوده، زندگی میکرده. یه سال نه، 2 سال نه، 10 سال بعد میرفته لندن. بی خودی که امپراتوری ساخته نشده. شما چطور اونو فقط برای دنیا کار کرد، مرد رفت. ما شما برای آخرت که میگم اولی توی یک از برنامه عرض کردم، خودم هم در این ضعف دارم، ولی دائما اگر بخوای پیشرفت کنی در زندگی باید بدونی که این زندگی تموم میشه، آخرتی هست. اون وقت هر چیز آسون میشه. شما فرمودید که در راه دعوت چه مشکلاتی هست. مثل هر کار دیگری شما بخوای رانندگی هم کنی مشکلات داره. زندگی بدون مشکلات نیست. باید بگیم که چجوری حلش کنیم. حلش این است که بگیم آقا مقصد خیلی زیباست. بله همین. بله جناب استاد، ما اصلا که شما صحبت میکردین به یک صحبتی که از استادایم در ذهنم مستحضر شد که استادی داشتیم، فکر کنم سال دوم دانشکده بودیم که برای ما
مضمون دعوت درس میداد. مضمون دعوت درس میداد در کشور سودان. گفت در جنوب سودان، چون جنوب سودان لادینی بودن، حتی فکر کنم نسبت درصد مسیحی ها 20% بیش نیست در جنوب سودان، همشون لادینی بودن. گفت شما از اروپا حرف زدین، گفت پیرزن از اروپا، از لندن مثلا، از کشور مثل لندن میاد جنوب سودان و در جنوب سودان بیش از 40 سال از عمرش سپری میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صلیب را در گردن اون فرزند جنوبی یا لادینی سودان بیاویزه و او را به طرف مسیحیت دعوت شمال است نمی. اما متاسفانه گفت، اما متاسفانه این حرف را هم زد، گفت برخی از جوانهایی داریم که در خود کشور سودان گفت تحمل ندارن که 1 ماه را در جنوب سپری کنن. یعنی بالاخره من میخواستم به این نقطه برسیم که میدان دعوت و عرصه دعوت مشکلات زیادی داره، باید انسان مقاومت کنه و در این راه مشکلات باید با دل و جان قبول بکنه. چطور اونا قبول میکنن ما نکنیم؟ من در عرضش بگم، یعنی گاهی با خودم فکر میکنم، حالا من اینو به بینندگان میگم، شاهد باشن بینندگان شما، که ایران برای همیشه تغییر کرد. یک دفعه این پوسته بیفته دیگه ایران شیعه نیست. این رو کی کرده؟ همین 4 شبکه و 4 نفری که تو سایت فایل. یعنی ما گاهی با خود فکر میکنم، یعنی ما و شما تونستیم چنین کار بزرگی رو بکنیم، ولی خدا به دست من شما انجام داد، به دست دوستای ما که تو این شبکه ها هستن. ببینید خداوند برکت میندازه در کار دنیا، هم برکت انداخت. ببین استرالیایی به اون بزرگی رو، آقا اصلا نفر نداشت انگلیس ببر اونجا پر کنه، دزدار آورد و زناکارا رو آورد اونجا انداخت، بازم انگلیس شد. در کار، هر کاری که کوشش کنی خدا برکت میندازه. در کار دین، کار حضرت ابراهیم تا امروز هست یا نیست؟ بله. 1 نفر بود. لذا اینم آدم تشویق میکنه که کار ما رو با من شما امروز دیدیم، بعضی هم ندیدیم که این کار به این کوچیکی چطور ایران رو عوض کرد. شما میدونید که دولت ایران، من یک مقاله خونده بودم، گفت ما 5 مشکل امنیتی داریم یا 10 مشکل، حالا یادم نیست. زلزله تهران، شبکه‌های وهابی، اونا ما رو وهابی میگن، باور کنید. یعنی خداوند برکت گذاشته، گرنه این چیه؟ چه حرف چیه؟ ولی برکت الله انداخت. در حالی که شاید از عمر این شبکه‌ها تقریبا 1 دهه سپری نمیشه، کمتر از 1 دهه است. و اونها دارن تقریبا طی 37-38 ساله که از عمر انقلاب منحوسشان میگذره، در رسانه فعالیت دارن. چقدر تلویزیون ها و چقدر به اصطلاح امکانات، ولی فایده نکرد براشون. خب میخواستم از اهمیت فعالیت دعوی در رسانه ها بگید، چون بحث ما بحث رسانه‌ای شد که رسانه چقدر اهمیت داره در میدان دعوت. این وسیله به عنوان وسیله بگیریم، وسیله اصلا کشورهایی که پیشرفت کرده دنیا، شما امپراتوری ها رو نگاه کنی از اول تاریخ تا امروز، آخرش عثمانی‌ها مال ما مسلمان‌ها بود. علت پیشرفت فقط شجاعت نیست. چقدر که تو شجاع باشی، چقدر که تو دیندار باشی، متوجه هستی؟ نمیتونی از تهران بلند شی بیای تا مکه مثال، مگر که هواپیما داشته باشی. ابزار از وسایل چیه پیشرفته؟ مثال سلطان محمد فاتح رو خدا رحمت کنه که استانبول رو گرفت، مادر شهرها بود، گرفت. آقا کشتی رو در خشکی بالا برد. فکر کن کشتی رو در خشکی بالا برد. کشتی مگه میشه؟ خب زمین رو لیز کرد. ما یکی از مشکلی که داریم دنبال تکنولوژی نیستیم. این مشکل عمومی ما مسلمان‌ها است. فکر می‌کنیم که در حالی که شما فرمودید در رسانه، هر رسانه جدیدی که میاد از اینترنت، البته من خودم راستش بخوام متوقف شدم چون پیر شدم، فیسبوک ندارم، اینستاگرام میگن، چی میگن؟ ندارم اینستاگرام ندارم، چون که وقت ندارم توییتر. ولی فکر میکنم که هر چیز جدیدی میاد مسلمان‌ها باید ازش استفاده کنن، مخصوصا دعوتگرا. و یکی ما شما دیدیم کاری که تلویزیون کرد اعجاز بود. ما در هر خونه داخل شدیم. ما در هر خونه، یعنی به دوستانی اومدن، میگه ما میرفتیم یک جایی بین اصفهان و شیراز، یک جاده فرعی رفتیم، توی خونه رفتیم، میگه شکل تو رو دیدم تو تلویزیون. میگه نگفتم تو رو میشناسم. فکر کن دیگه، یعنی ما این اگر قدرت تلویزیونه بعد از فضل الله. لذا استفاده از رسانه ها و از بهترین تکنولوژی ها به نظر من باید که مد نظر همه دعوتگرا باشه. خب استاد، البته ما کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم. من میخواستم این سوال هم مطرح کنم که شما استاد گرامی در زندگیتان، چه در
عرصه دعوت باشه و چه در عرصه علمی باشه، از چه شخصیت های تأثیر پذیرفتین یا متاثر شدین؟ اول که شروع کردم به فضل الله نمیشه گفت از شخصیت، از قرآن کریم تأثیر گرفتم. بعد از سنت رسول الله و صحابه کم کم که وارد شدم و فداکاری اونا رو دیدم در راه دین، به اینا در من تأثیر عمومی تأثیر داشت دیگه. متوجه هستید؟ به این صورت اگه بگیم اگر خب از این که کلی است که البته همه از قرآن و از سنت و از زندگی صحابه کرام و از جانفشانی ها و فداکاری های تابعین و اینا متأثر، اما هدف از این سوال از شخصیت های معاصر یا جریان های معاصر دعوی بگم. ببینید در تأخیر باز مثلا چون که آدم هرچی بیشتر میگذره بیشتر دچار به اصطلاح پایداری میخواد دیگه دعوت، خیلی دیرتر. الان باز اینا شیعه ما رو وهابی میگن. من از شخصیت محمد، یکی از شخصیتایی که سر من تاثیر گذاشت، همین شما متأخر گفتید بله، دیگه. بله. کاش نمیپرسید یا حضرت محمد صلی الله علیه و آله کافی بود، اما این پسر عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب، چیزایی ازش دیدم که سعی میکنم تو زندگی خودم ازش استفاده کنم. همون کاری که صحابه و پیامبر کردن. مثلا ایشون مثلا 90 چند سال عمر کرد، ولی وقتی مردن اینقدر پول نداشت که تقسیم کنه، در حالی که خودش از پادشاهی کم نبود. یعنی اینقدر پول نبود که به ورثه‌اش تقسیم برسه، یعنی ارث از خودش نذاشت. یعنی چی؟ یعنی اینکه در دعوت خود مخلص بود، برای دنیا کار نکرد. به همون حرفی که اول در روزهای اول زدم، شاید امروز هم گفتم، باید هدف انسان آخرت باشه. این محمد ابن عبدالوهاب میتونست در یک مرحله آل سعود زمین بزنه، چون که مهاجرین دور جمع شده بودن، اما از وعده خود بر نگشت، نخواست مقام رو. متوجه هستید؟ اینجور شخصیت‌ها تو تاریخ زیادن. حالا من اینو شما وقت ندارید، یکی مثال زدم. عثمان درازدست، خلفای عثمانی 800 سال حکومت کردن. میدونی چرا حکومت کردن؟ رئیس اولشون عثمان که اینا عثمانی شدن بهش میگفتن درازدست. دو صفت داشت. یک صفت این که وقتی دید که تاتارها همه جا رو دارن میگیرن، به رفقاش گفت میریم جنگ میکنیم تا بمیریم. بله. گفت میمیریم دیگه بهشت بریم، برای شهادت بریم جلوی اینا رو بگیریم. ولی خداوند اینا رو 800 سال اولادش حکومت داد. دیگه درازدست چرا بهش میگفتن؟ برای اینکه انفاق میکرد، هر چی گیر می آورد میداد به مردم. این محمد بن عبدالوهاب هم داشت. صلاح الدین ایوبی هم داشت. محمد بن عبدالوهاب من تاریخش خوندم، 3 بار خوندم که چرا موفق شد و ما موفق نشدیم. موفق شد. چرا امتداد داره دعوتش؟ گفت آقا یکی اینکه هر چی پول پیدا بهش میدادن مردم، این در راه خدا میداد. باز پولای از پدرش مونده بود، از خودش مونده بود، در راه خدا داد. قرض گرفت، در راه خدا داد. یعنی فکر کن یکی اینقدر با خدا مخلص باشه، از مال دعوت بده، مال خودش بده، قرض بگیره بده. این صلاح الدین ایوبی هم داشت. عثمان، چون شخصیتایی گفتید که از صحابه و پیامبر که دیگه خودتون میدونید. لذا این خیلی مهمه که یک نکته رو بگم، برنامه‌تون داره تمام میشه، میخواستم تو برنامه‌ام بگم، تو حرفام شما نپرسیدید. و این است که هر دعوتگری به نظر من لازم است اگر میتونه مستقل باشه در مال، یعنی یه کاری هم داشته باشه، اگر متکی به کسی دیگر نباشه. متکی به کسی نباشه. این به نظر من از اصول مهم است. بذار بحث خود رو با این تموم کنیم. این میشه یک توصیه تقریبا به دعوتگران. توصیه عرض میکنم به هر کسی که دعوت میکنه، بره اون نگه آقا من چرا وقتم میذارم مثلا خرما میفروشم یا عسل میفروشم یا مثلا چی میکنم، اون هم برش ثوابه، ولی که عوضش مستقل میشه و تحت تاثیر، یعنی باید یک شغل داشته باشه، یک کسب داشته باشه که متکی به کسی دیگر نباشه. خب استاد، شما البته سالهای زیادی است که گفتیم، ما در قسمت اول برنامه هم گفتیم که شما به عنوان یکی از پیشکسوت‌های عرصه رسانه‌های توحیدی هستین و سالهای زیادی است که به عنوان کارشناس در شبکه‌های توحیدی فعالیت دارین. می‌خواستیم از یک خاطره جالبتون با بیننده‌ها، خاطره شیرینتون با بیننده بگین که برنامه رو خاتمه بدیم. والا خاطره که زیاد، اما خاطره که برای من این روزا اتفاق افتاد که خیلی شیرینه این است که یک بار من برنامه‌ای داشتم، به اینا گفتن که آقا نمیدونم اولیا مرده رو زنده میکنه، در کتب اهل سنت نوشته. ما گفتیم هر کسی اینو گفته بی خود گفته، بی عقل بوده، این چنین چیزی ناممکنه. اینا اومدن 1 ساعت برنامه گذاشتن که آقای سجودی وهابی عقیده رو قبول نداره، مرده میتونه زنده کنه، همین اولیا میتونن مرده رو زنده کنن. آخر خداوند در ذهن ما اومد که ما گفتیم آقا خیلی خوب. یکی زنگ زد، اینا میدونید که با برنامه زنگ میزنن به تلفن‌های اینا اطلاعاتی اکثر. آره. گفت که آقا شما چطور قبول نداری؟ ابن تیمیه گفته که نمیدونم اولیا میتونه مرده رو زنده کنه، خر زنده میکنه، نمیدونم انسان زنده میکنه، مرده رو زنده میکنه.
گفتم خیلی خوب، اگه اینجوریه شما یک مریضی که در حال مرگ هم هست نمیبرید دفنش نمیکنید، میبرید پیش دکتر تا پزشک قانونی ننویسه شما که اینو دفن نمیکنید. درسته؟ گفت بله. گفتم امام رضا مرده رو زنده میکنه؟ گفت بله. گفتم این مردهاتون رو 3 روز رو زمین بذارید یا ببرید حرم امام رضا یا صبر کنید شاید امام رضا زندهش کرد اگه واقعا عقیده دارید. واقعا اگه واقعا عقیده دارید خب اینو 3 روز رو زمین بذارید شاید دارید از 1 میلیون 10 تا که زنده میشه. بله. ارزششو داره. این فرار بیننده و گیج شدنش، نه میگه من از کتب شما گفتم گیج، من گفتم کتاب من قبول ندارم دیگه. الان من به مذهب شیعه اومدم، امام رضا شما چرا 3 روز زنده مرده رو زمین نمیذارید؟ این برای من یک خاطره به نظر خودم که خاطره جالبی بود که بیننده را یعنی هاج و واج کرد، مات کرد، نه ولی دیگه قبول نمیکنه. متشکرم جناب استاد گرامی، استاد محمد باقر سجودی که البته طی 3 قسمت از سری برنامه‌های با دعوتگران در خدمت ما و بیننده ها بودین و از زبان شما چیزهای مهم و نقاط مهم را شنیدیم. شما از دوران هجرت قبل از او از دوران تحصیل و دانش آموزی و بالاخره دوران کار و خروج از ایران یا دوره هجرت و همچنین از مشارکتتان در جهاد افغانستان و بعدش از دعوت و صحبت‌های بسیار جالب داشتن طی 3 قسمت. بار دیگر از شما اظهار سپاس و امتنان دارم و همچنین از تک تک بیننده‌های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن، از اونها هم از شما هم تشکر میکنم و تا تقدیم برنامه دیگر همه شما را پناه الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي